سلام به همه. اینجا تلویزیون فارسی تیوبره و امروز میخوایم مقرون به صرفه ترین مقاصد سفر برای سال 2024 رو به شما معرفی کنیم. اول به جنوب شرقی آسیا میریم. اینجا ویتنامه. پول رایج اینجا دونگ ویتنامیه که برای $1 آمریکا باید 2500 دونگ ویتنامی پرداخت کنید. متوجه میشید که ارزش پول چقدر کم شده. اگر میخواید در هتلی لوکس اقامت داشته باشید قیمت شبی $100 و برای خوابگاه هتل ارزون قیمت بین 5 تا $10 در شبه که این قیمت در سراسر کشور تقریبا یکیه. برای هتل متوسط انتظار میره که حدود $20 تا $50 برای بالاترین سطحش پرداخت بشه که این قیمت هم در تمام شهرها از سایگون تا هانوی و همه جاهای دیگه همینطوره. بعدی مکزیک. پول رایج اینجا پزو، در حال حاضر $1 آمریکا مدل 17.5 پزو. قیمت اقامت در مکزیک بین 5 تا $15 در شب برای هتل ارزون، برای هتل متوسط بین 40 تا $100 و برای اقامتگاه‌های لوکس خیلی گرونتر بیش از $200 برای مکان‌هایی مثل کبو یا پورتو وایارتا و حتی کنکان. در بیشتر موارد میتونید اقامتگاه لوکس خوبی رو با کمتر از $200 پیدا کنید. میتونید غذا رو با حدود $2 تا $3 برای هر وعده بگیرید. اگر بخواید در رستوران متوسط غذا بخورید انتظار داشته باشید که بین $10 تا $20 بپردازید. فیلیپین. دلار آمریکا در آن 55 پزو فیلیپینی میارزه. در فیلیپین هم اقامت ارزون قیمت وجود داره که بین 5 تا $10 در شبه و بین 20 تا $50 برای هتل‌های متوسط در سراسر فیلیپینه. بیش از 7000 جزیره در اینجا وجود داره. اگر دنبال اقامتگاه لوکس هستید، مکان‌هایی مثل بوراکای و جزایر دیگری هم اقامتگاه لوکسی دارن که قیمتشون میتونه خیلی بیشتر از $200 در شب باشه. غذا هم در اینجا مقرون به صرفه است. میتونید به راحتی با $1 یا $2 برای نهار از فروشندگان خیابونی غذا بخرید. اما رستوران‌های گرون هم هست که میتونید $10 تا $20 برای وعده غذایی هزینه بپردازید. مانیل و سابوسیتی از گرونترین ها هستند. در واقع مانیل یکی از گرونترین مکان هاست. اگر به BGC میرید که شهر جهانی بونیفاسیوه، اقامتگاه‌های ساحلی اینجا بنگلو با قیمت $20 تا $30 برای هتل‌هایی در ساحل بهشتی پیشنهاد خوبی. اندونزی در واقع دارای برخی از مکان‌های معروفیه که مردم دوست دارن برن. این مکان‌ها شامل بالی، کالی، جاوا، سوماترا و مناطق مختلف دیگه‌ای مثل جزیره کومودو و راجا آمپاته. اینجا یک مکان شگفت‌انگیز برای بازدیده. شما میتونید جزایر زیبای پالاو در وست پاپوا رو ببینید. ارزی که در اینجا استفاده میشه روپیه اندونزیه و نسبتش به $1 آمریکایی 14844. میتونید اقامت ارزون در اقامتگاه‌هایی با قیمت 5 تا $10 و اقامت هتل‌های متوسطی با قیمت‌های بین 15 تا $50 داشته باشید. اقامتگاه لوکس در مکان‌هایی مثل بالی وجود دارند. اندونزی به خاطر جنگل‌های بارانی، اورانگوتان‌ها، ببرها در سوماترا و غواصی زیر آب زیباش معروفه. بزرگترین شهر در اینجا جاکارتاست و خیلی از مردم فقط 1 یا 2 روز در اونجا میمونن و سپس به کاوش در طبیعت میرن. کلمبیا. به آمریکای جنوبی میریم. اینجا کلمبیاست و ارزی که در اینجا استفاده میشه پزوی کلمبیایی نام داره. نسبت $1 آمریکا به 4400 پزوی کلمبیاییه. شما میتونید اقامت ارزونی در اتاق خواب مشترک با قیمت 5 تا $10 در شب و هتل‌های متوسط در مکان‌هایی مثل مدلین یا کارتاخنا با قیمت‌های 30 تا $60 داشته باشید. همچنین میتونید در مکان‌هایی مثل سن آندرس یا کارتاخنا اقامتگاه لوکسی با قیمت بیش از $100 در شب پیدا کنید. هزینه میانگین وعده غذایی در اینجا $2 تا $3 برای غذاهای خیابونی و اگر میخواید به رستوران برید هزینهش بین $10 تا $20. یک مقصد دیگه پایتخت کلمبیا بوگوتاست که میتونید اقامت و غذای ارزانی ها هم در اونجا پیدا کنید. مکان‌های مورد علاقه من در کلمبیا شامل مدلین، کارتاخنا و همچنین سن آندرس. هند یک مقصد سفر ارزون دیگه است که $1 آمریکایی برابر با 82 روپیه هندیه. شما میتونید به راحتی اقامت ارزونی در مکان‌های مثل دهلی یا مومبای پیدا کنید. اگر به سمت هیمالیا برید، مکان‌های مثل ریشیکش رو دارید که میتونید اقامت ارزونی با قیمت 5 تا $10 در شب و یا هتل متوسط با قیمت 30 تا $60 داشته باشید. من هتل‌های لوکس گرونی رو در هند در مکان‌های مثل مومبای یا دهلی دیدم. به طور متوسط میتونید یک هتل خوب با قیمت 100 تا $150 در شب پیدا کنید. اگر میخواید لوکس باشه، هتل‌های با قیمت بیش از $300 در شب هم هستند. غذای ارزون در هند با هزینه 50 سنت و در برخی جا حتی $1 هم رایجه، اما $2 تا $3 هم قیمت معمولی برای غذاهای خیابونی به حساب میاد. به طور طبیعی رستوران‌هایی هم وجود دارن که هزینه‌شون بین $10 تا $20.
هند یک کشور بسیار گسترده است و شما 1 ماه برای کاوش به اون نیاز دارید. تانزانیا. اگر عاشق پرواز به جزیره ها هستید، بعدی به تانزانیا میریم. تانزانیا از شیلینگ تانزانیایی به عنوان واحد پول استفاده میکنه و برای معادل $1 آمریکایی باید 2350 شیلینگ تانزانیایی داشته باشید. در اینجا میتونید پارک ملی سرنگتی رو بازدید کنید، به جزیره زانزیبار برید و حتی کلیمانجارو رو بپیمایید. اقامتگاه‌ها در اینجا با قیمت‌های بین 10 تا $20 در شب برای اقامتگاه‌های ارزون یا مهمانخانه‌ها ارائه میشه. برای اقامتگاه‌ها و ویلاهای متوسط قیمت‌های بین 30 تا $100 در شب متغیره. برخی مکان‌های لوکس هم وجود داره. اما به طور کلی میشه گفت که سفر در تانزانیا بسیار اقتصادیه. نپال. در زمینه سفر و اقامت در اینجا نپال به عنوان یک کشور بسیار اقتصادی در نظر گرفته میشه. امکان اقامت ارزون با قیمت‌های 5 تا $10 برای اقامتگاه‌های ارزون و هتل‌های متوسط با قیمت‌های بین 20 تا $50 در شب قابل دسترسی هستند. گزینه‌های لوکس‌تری هم میتونن با قیمت‌های بیش از $100 باشن. با توجه به اینکه در هیمالیا هستید یا در مسیر پیاده‌روی میتونید غذای ارزونی بگیرید که برای رستوران انتظار میره هزینه هر وعده 2 تا $5 باشه، ولی غذاهای خیابانی ارزون ترن. کاتماندو و پوکوهارا از مقصدهای محبوبی هستند که میتونید برید. کاستاریکا. به آمریکای مرکزی میریم و امسال به کاستاریکا میریم. $1 آمریکایی معادل 533 کلون کاستاریکاییه که نام واحد پول در اینجاست. کاستاریکا بیشتر یک مقصد متوسط و اقتصادیه و میتونید در برخی مناطق اقامت ارزون با قیمت‌های 10 تا $20 در شب پیدا کنید. اما همونطور که گفتم بیشتر در محدوده متوسط با قیمت‌های بین 40 تا $100 در شبه. گزینه‌های لوکس میتونه در مکان‌هایی مثل پاپاگایو یا حتی پونتارنس با قیمت‌های بیش از $200 در شب باشه. در اینجا هم میتونید غذای اقتصادی با قیمت‌های 5 تا $10 برای هر وعده غذایی دریافت کنید. و هنگامی که در رستوران معتبر هستید انتظار داشته باشید که هزینه غذا بین 20 تا $50 باشه. ترکیه. در ترکیه هستیم. واحد پول اینجا لیر ترکیه است. $1 آمریکایی معادل 19 لیر ترکیه است. در ترکیه میتونید انتظار داشته باشید هتل‌های متوسط با قیمت مناسب برای اقامتگاه‌های ارزون با قیمت‌های حدود 10 تا $20 در شب پیدا کنید و هرچی بیشتر به سمت کشور میرید هتل متوسط با قیمتی بین 50 تا $100 در شب یا بالاتر در مکان‌هایی مثل آنتالیا در ساحل ریویرای ترکیه پیدا کنید. قیمت غذا حدود 5 تا $10 برای هر وعده غذاییه که در اینجا یک مقصد با بودجه محدوده. اگر به رستوران برید در برخی از مکان‌ها ممکنه بیشتر هم بشه. در حین اقامت در ترکیه توصیه میکنم که استانبول رو حتما بررسی کنید که به نظر من یکی از زیباترین شهرهای جهانه و همچنین به سمت ساحل ریویرای ترکیه به الودنیز و فیدای کاپادوکیا و دیگر مناطق باستانی برید. لاوس. به لاوس میریم. در اینجا از واحد پول لاو استفاده میشه. $1 آمریکایی معادل 17469 لاو هست. در لاوس میتونید اقامت بسیار اقتصادی داشته باشید. یکی از اقتصادی ترین کشورها در این لیسته. هتل هایی که گاهی حتی قیمت های زیر $5 هستن رو میتونید پیدا کنید. همچنین میتونید هتل متوسط رو در پایتخت با قیمت های بین 30 تا $75 در شب بستگی به مکان اقامت داشته باشید. به طور کلی اینجا یکی از مقاصد مقرون به صرفه‌ایه که مردم برای تجربه متفاوتی میرن. مسیر محبوبی که مسافران میپسندن شامل تایلند، لاوس و ویتنام با مثلث طلایی در بین اونهاست. حالا از جنوب شرق آسیا خارج میشیم و به سمت اروپا میریم. رومانی. وارد رومانی شدیم. واحد پول در اینجا لئو رومانیه و نه یورو. $1 آمریکا برابر با 4.54 لئو رومانیه. رومانی به عنوان یکی از مقاصد اقتصادی تر اروپا به حساب میاد. همچنین کشورهایی مثل بلغارستان و مولداوی هم در بلوک شرقی قرار دارند. در اینجا ترانسیلوانیا هم وجود داره که معروف به دراکولاست. شما میتونید اقامتی با هزینه در حد 7 تا $15 در شب برای اقامتگاه‌های ارزون و هتل‌های متوسطی با قیمت‌های بین 40 تا $100 در شب وابسته به مکان اقامت متغیر خواهند بود رو پیدا کنید. در رومانی مقدار زیادی ارزش به پول شما میدن و این کشور به خاطر زیبایی طبیعیش هم شناخته میشه. همطور که میبینید کشوری بسیار زیبا با کوه‌ها در شرق اروپا است. غذاها و جاذبه‌های فرهنگی هم هزینه‌ای نسبتاً پایینی دارند. بیشتر مردم از بخارست شروع میکنن که پایتخته و همینطور ادامه داده میشه.
اگر از این ویدیو لذت میبرید لطفاً اون رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. مصر. بعدی به مصر میره. مصر در شمال آفریقا در امتداد رودخونه نیل قرار داره و خانه بهشت‌های مصر باستانه. پوند مصری واحد پول در اینجاست و 30 پوند مصری برابر با $1 آمریکاییه. در مصر در نظر داشته باشین که به قاهره برید. میتونین اقامت ارزون با قیمت 5 تا $10 در شب در هاستل ها و اقامتگاهی پیدا کنید. همچنین میتونید هتل متوسط با قیمت بین 20 تا $50 در شب در برخی از مکان‌های خوب در قاهره و قیمت‌های بیش از $100 پیدا کنید. غذاها معمولاً به 2 تا $5 برای هر وعده غذایی هستند. برخی از مکان‌های دیگه‌ای که میتونید برید شامل اسکندریه، منطقه دریای سرخ مثل شرم الشیخ و قواسی و حتی رفتن به جنوب در آسوان مصر که در اونجا چیز بیشتری از مصر باستان در امتداد رودخونه نیل وجود داره. برای سفر به مصر معمولاً 7 تا 10 روز وقت نیازه. کامبوج. به جنوب شرق آسیا برمیگردیم، به کامبوج میریم. واحد پول در اینجا ریال کامبوجه و 4104 ریال کامبوجی برابر با $1 آمریکایی. در اینجا به دیدن مکانهایی مثل پنومپن پایتخت و در شمال اونها سیام ریپ و آنکورات که معابد باستانی دارن. اقامت در اینجا میتونه با قیمت‌های اقتصادی بین 5 تا $10 برای اقامتگاه‌های ارزون و مهمانخونه‌ها و هتل‌ها با قیمت‌های بین 20 تا $55 در شب متغیر بشه. اقامتگاه‌های لوکس‌تری هم وجود داره که معمولاً بیش از $100 در شبه. اما همونطور که گفتم غذاهای بسیار ارزون در اینجا با هزینه 2 تا $5 رو میتونید از فروشنده‌های خیابونی دریافت کنید. رستوران‌ها هم در سراسر کامبوج با قیمت‌های بسیار اقتصادی هستند. کامبوج یکی از مقاصد اقتصادی تر در این لیسته و در حال حاضر محبوبیت پیدا کرده برای افرادی که دوست دارن به مقاصد ساحلی برن، چون به سمت سیانوکویل میرن و بعضی از جزایر کامبوج که مقاصد داغ سفر تبدیل شدن رو میبینن. یونان. بعدی به یونان میپردازیم. این کشور در منطقه مدیترانه قرار داره و از یورو به عنوان واحد پول استفاده میکنه. اقامت ارزون در یک مهمانخانه میتونه 15 تا €25 در شب باشه. اینجا یک کشور با بودجه متوسطه اما بدون شک یکی از محبوب ترین‌ها در جهانه. هتل‌های متوسط در اینجا معمولاً قیمت‌های بین 50 تا €100 در شب دارن و هتل‌های لوکس تر قیمت‌های بالاتری تا 150 تا €200. جزایری مثل میکونوس و سانتورینی به عنوان مقاصد بسیار گران قیمت محسوب میشن. اما برخی جزایر دیگه میتونید به راحتی اقامت ارزان‌تری پیدا کنید. مثلا در جزایر کوچکتر میتونید غذای ارزان‌تری حدود 2 تا €3 برای هر وعده غذایی پیدا کنید. تایلند. حالا به تایلند برمیگردیم. در اینجا از واحد پول بات تایلند استفاده میشه و 33 بات تایلندی برابر با $1 آمریکایی. در زمان ساخت این ویدیو امکان اقامت ارزون با قیمت‌های بین 5 تا $10 در شب وجود داره. میانگین قیمت هتل بین 30 تا $60 در شبه. میتونید اقامتگاه لوکسی رو در مکان‌های مثل بانکوک، پوکت و سراسر جزیره پیدا کنید. برخی از مقاصد محبوبی که میتونید به اونجا برید شامل پوکت، بانکوک، چیانگ مای، چیانگ رای، کوسامویی و سایر مکان هاست. غذا در اینجا میتونه بسیار اقتصادی باشه و میتونید یک وعده غذایی با قیمت 2 تا $5 داشته باشید. آرژانتین. به آرژانتین در آمریکای جنوبی برمیگردیم. $1 آمریکایی برابر با 1 تا 228 پزوی آرژانتینیه که واحد پول در اینجاست. برخی از مکان‌های محبوب که مردم به اونجا میرن بوینس آیرس در امتداد ساحل ریو دل پلاتا، در شمال اون آبشار اگواسو که در مرز با برزیل واقع شده. اقامت در اینجا با قیمت‌های بین 10 تا $20 در شب برای اقامتگاه‌های ارزون و 40 تا $80 در شب برای اقامتگاه‌های متوسط متغیره. بیش از $120 در شب هم برای اقامتگاه‌های لوکس‌تره. میتونید به سمت جنوب دلفوگو برید، مکانیه که اوشوایا رو داره. حتما اینجا رو بررسی کنید. از همه کسانی که این ویدیو رو تماشا کردن ممنونیم. اگر از این ویدیو لذت بردین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو بگذارید. و شما رو در ویدیوی بعدی میبینیم. با تشکر از همه شما و همه کسانی که ما رو حمایت میکنن.